از چت جی پی تی پرسیدم خفن ترین جایزه امسال کنداینز رو کی برده، گفت کمپین هاون، اما من خیلی باهاش مخالفم. به نظر من خفن ترین جایزه کنداینز امسال رو برند آدیداس به خاطر کمپین تبلیغاتی اورجینال فوراور گرفته. بعد از اینکه خبر کامبک گروه موسیقی اواسیس بعد از 16 سال منتشر شد، همه فکر می‌کردن تمرکز اصلی روی برادران گالاگر باشه، اما در واقع اینطور نبود. آدیداس اومد کار متفاوت انجام داد. کاری که آدیداس کرد این بودش که نه لیام نه نوئل قهرمانای این داستان نبودن، بلکه طرفدارهایی که فرهنگش رو 30 سال زنده نگه داشتن قهرمان‌های واقعی این داستان بودن. توی این کمپین آدیداس اومد فرهنگ طرفدارهای این بند موسیقی رو تلفیق کرد با برند خودش و در واقع اومد روایت داستانی رو جوری شکل داد، یک طرفدار رو از دهه 90 30 سال میکشه جلو و توی کنسرتی توی سال 2025 نشون میده. آدیداس توی این کمپین حتی یک برند رو هم تبلیغ نکرد، اما اومد دوباره اون حس نوستالژی و اینکه بعضی از خاطرها هیچ وقت نمیمیرن رو دوباره زنده کرد. همین اتفاق باعث شد که اورجینال فوراور 2 تا کنداینز ببره، 2 تا گرند پرایز، یکی توی حوزه اینترتینمنت و یکم توی اینترتینمنت میوزیک. به نظر من این فقط یک کمپین تبلیغاتی نبود. این یعنی وقتی برند واقعا بخش از فرهنگ باشه، دیگه لازم نیست خودش رو تبلیغ بکنه.